بچه‌ها چطوری؟ من امریکسس هستم و امروز اومدیم با یکی از بهترین پنل های موبایل که آپدیت پنل ویسی هستش و همه جا دارن میفروشن. امروز اومدیم براتون خاص کنیم. بریم تستش هم با هم داشته باشیم. حالا اگه این نت بذارم بچه من این پنل ویسکی الان بالای صفحمه. موقعی که میخوام بذارم تو یوتیوب سانسورش میکنم که یوتیوب گیر نده، چون گیر میده ویدیو پاک میشه. بعد اینکه این برای استقبال این فایل یه دونه رمز نیازه که 4 رقمه که طول ویدیو بهتون میگه. همونطور که بهتون گفتم این یکی از آپدیت های پنل ویسیه که همه که دارم میفروشن. مثلا این محمد آرنولد همین پنل رو داره 200-300 تومن میکنه تو پاچه مردم، ولی براتون رایگان گذاشتیم شما حمایت کنین دیگه. دمتون گرم. بچه من یه ذره شدم میتونید تازه خواب بیدار شدم. میتونید که میبینید کلا فیلت میخوره. آقا بکنید فیلت میخوره نخواد دیگه. بعضی وقتا هم یه میسایی میده، چون که اگه مثلا همینجوری نکنه دستو بذاری رو تیر، دستو بذاری رو تیر وست میخوره. چون اگه مثلا دستو بذاری اینطوری بخوای بذاری رو تیر اینجوری بره روی، باعث میشه که اکانتتون بند یا بلاکیس بشه. به این جور چیزایی که اینجوری دستو میذاری رو تیر خودکار میره روی میگن چیز، اون به اونا میگن چیت، که اون فروشیاش بند نداره بیشترش، ولی اینایی که رایگان میدن دستتون اونا همشون بند میکنن اکانتتون. چه رقم اول رمزم یکه، چه رقم بعدی توی ادامه ویدیو بهتون میگم. آموزش پنلم آخر ویدیو حالا بهتون میگم. گفتم یه ذره وستم نخوره برای اینکه خیلی زیاد نشه، ولی نسبت به حالت عادیتون خیلی بیشترت میخوره. همینطور که میبینید باید بریم با هم تو لون ولف هم یه تستی داشته باشیم که ویدیو رو کم کم تمام. بچه من برای این ویدیو رو قطع کردم که اینو دانلود کنم. حالا داشت دانلود میشد اومدم بهتون بگم که برای من لون ولف رو دانلود نکردم که این فری فایر عادی حاضر ریختم برای همین پنل. یه رو پیری مکس هم نمیدونم کار میکنه یا نه، برای همین الان فری فایر عادی ریختم که به این بزنم. انشالله اکانت بین اسکوالم بوده. خب ناموسا نوت نیفته. بچه رقم دوم رمزم یکه، 2 رقم میمونه که تو ادامه ویدیو بهتون میگه. حریفم دختره بابا، گناه داره بزنه. نمیدونم عادت داره میگه رو میزنه. میگم خیلی خرابایی یا حضرت پینک جیل از اون میگم ریده. بالا نگی وست ما رو بکنی بابا.
پینگ یه دقیقه وایسی هم برم ببینم پینگ هم میتونم آن درست خب بچه پینگ هم فکر کنم میذاره بهتر شد الان مثل خودم واسه کردم قبلش به وای فای بابا وستمو کند با این پینگ من که همه تایش 500 اینا که وست میزنه بچه رقم سوم رمزم 2 یه رقم میمونه که تو ادامه ویدیو بهتون میگم بابا این دختر وست مدکیت بزن ولش مدکیت بزن بابا اوی دختره وستمو دلش یه دقیقه نشکن ببینم دنیا دستی بیا بیا بچه این دیزرتش یه ذره اوضاش خرابه ولی UMP و وودپکریناش درد میخوره بهتون گفتم دیگه اصلا اینطوری نیست که دست بذاری رو تیرت بخوره اونها همه باعث میشه اکانتتون بند شه این چیت هم که همونطوری بهتون گفتم 200-300 تومن همه جا میفروشن میتونید خودتون برین ببینید خلاصه این بزنید عشق کنید دیگه فقط رو فری عادی هم فقط تست شده رو فری مکس تست نشده یه وقت نرید بزنید بگید کار نمیکنه کیت بزن کیت بزن من نشکیم کمم دو تیر میزنه یه رو بیا اکانت خودم هم بلک لیسته بکنم تا 2-3 هفته دیگه بلک لیست باشه مجبور شدم بیام رو اکانت مردم اکانت نداریم از همینجا هم امهرات تشکر میکنم که این اکانتشو بهم داد که ویدیو بگیرم داشتم دیگه کانال یوتیوبشو میذارم تو کامنت ها یا پین میکنم یا دیسکریپشن میذارم برید حمایت کنید خب یه دبل هم بگیریم بازی رو تمام کنم فقط خیلی وقت فری نیومدم داشتم تو فری فایر وقت با چیپ پلی میدادم الانم نزدیکای که ریجن هم الان فکر کنم دبلم ریده باشه ولی حالا گفتم خیلی وقت نیومدم بگم من رو تو همین 2 ثانیه 10 بار میزده بودم یارو معلومه دختر نی پسره هم کاراکترش پسره هم ساعت بازیش به دختر نی این ما هم که کلا 200 این هم هست با بک نفته این هم از تست پنل الان بریم برای آموزش خب بچه ما یه فایلی داخل کانال تلگرام قرار میدیم به اسم آپدیت پنل ویسکی میزنید روش ای بابا این با زد آرشیور بازش میکنه حالا این زد آرشیوری از باگ خودمان درستش کنم خب دوستان من زد آرشیورم اوکی کردم وقتی که میزنی که پنل روی این فایل میزنی اینجا ران کنید این زد آرشیور نباید زیرش اینجوری مثل این کلمه باشه همینطوریش زد آرشیور رو ما میکنی بعد یه فایل میزنی رو این بعدش این پنله بخوای نصبش کنی میزنی روش این حساب بعد الان اینجا یه رمز ازش میخواد که 3 رقمش رو گفتم یه رقمش هم تو ویدیو بتونی بعد که پنل نصب شد میایم اینجا میریم داخل پنل حالا من الان پنل رو قبل روشن کردم یه لحظه من خاموش کنم اینو بهتون از اول دقیق نشون بدم خب پنل رو واز میکنی اینجا یه صفحه میاد میزنید روی این اوکی ران کنید داره زرد میشه داره میزنید روی این بعد نگاه کنید الان یه 2 تا دکمه میاد اینجا و بزنید روی این نگاه کنید دارم روش اینطوری میکنم میزنید روش بازم اینجا 2 تا دکمه میاد که 2 تا پنل مختلفه اول میزنی روی یک بعد دوباره وارد پنل میشی دوباره میزنی روی این بعد میزنی رو 2 و همینطوری که میبینید پنل هم اینطوریه دیگه نگاه کنید این اولیه
برای اینکه بخوای پنل رو صفحه هم بمونه بزنی رو کلوز. خواستی هم از روی صفحه بره میزنی رو اگزیت. این هم پنل دومی، بزنیدش کنید. این هم از این پنل. بچه رقم آخر رمزم 2. دمتون گرم که ویدیو نگاه کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. فعلا.